الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه گذشته با اعتصام و انواع اعتصام و معنی اعتصام به الله و به حبل الله آشنا شدیم. در ادامه منزل قبلی و مرحله قبل میرسیم به درجات اعتصام که چنگ زدن به الله متعال و گره زدن خودمان به دین الهی، به قرآن و حبل الله المتین چه درجاتی را دارد، چه مراحل و چه پله هایی هستند در این زمینه که رهروان راه حق و پویندگان مسیر الهی باید این نکات را در ذهن داشته باشند. اعتصام دارای 3 درجه هست، 3 پله و 3 مرحله هستند. نخستین آن اعتصام عامه هست، یعنی اعتصام عموم مردم به اخبار الهی، به آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که به مردم و به مسلمانان ابلاغ شده. این اعتصام و چنگ زدن که عرض کردم اعتصام عامه به خبر هست و منظور از خبر آیاتی که از جانب الله متعال یا روایاتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شامل یک حکمی هست برای من و شما، امر و نهی در آن برای من و شما ذکر شده. اعتصام به اخبار الهی و به نصوص شرعی بر مبنای استسلام و گردن نهادن، یعنی پذیرفتن بیچون و چرای دستورات الله متعال از قبیل تصدیق کردن و باور کردن وعد و وعید الهی. تمام دستوراتی که در قرآن کریم یا در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من و شما تعیین شده. و درجه دومش تعظیم امر و نهی هست. مرحله اول تصدیق وعد و وعید، ایمان داشتن و باور کردن وعده ها و وعیده های الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم. و درجه دوم تعظیم امر و نهی شرعی، که از جانب الله متعال باشد یا از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم. اهمیت قائل شدن، ارج نهادن و پایبند بودن به اوامر و منهیات شرعی که از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من و شما تدوین شده. و مرحله بعدی بنیانگذاری و بنا کردن عبادات و معاملاتی که ما انجام میدهیم بر مبنای یقین و انصاف. زیربنای اعمال ما، زیربنای عبادات ما یقین و انصاف باشد، مبتنی بر یقین قطعی و 100% که در قلب ما قرار دارد و انصافی که آثارش در اعمال ما و گفتار ما ظاهر بشود. یعنی این که اعمال یک انسان مسلمان، اعمال عبادی که انجام میدهد، مبنایش باید قطعیت باشد، یقین و باور 100% باشد، اعتماد کامل داشته باشد بر آنچه که عمل میکند دستور الله متعال هست و به خاطر این که الله متعال دستور داده که این کار را انجام بدهید ما انجام میدهیم، یا به خاطر این که الله متعال نهی فرموده که فلان کار را انجام ندهید ما از آن کار باز بیاییم. یعنی این که مبنای عبادات ما،
اهم از عبادات بدنی، عبادات مالی، عباداتی که زبانی هست با زبان انجام میدهیم، عباداتی که اساساً قلبی هست و با قلب انجام میدهیم، اساس اینها ایمان هست، باور هست، یقین و اعتماد به الله متعال و صداقت این دستورها از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. مبنایش بر شک و تردید نیست، بر دودلی نیست که این عبادات را ما انجام میدهیم، اگر دستور الله باشد که خوب است، اگر نباشد ما ضرری نکردیم. این تردید هست، دودلی هست. انجام عبادات بر این مبنا که اینها دستور اکید الله متعال هست و ما که داریم این عمل را انجام میدهیم به خاطر اجرای دستور الله متعال انجام میدهیم. و وقتی که از فلان عمل ما دست کشیدیم، به این معنی که ما به خاطر دستور الله متعال از فلان عمل در واقع دست کشیدیم. و این ایمان و یقین راه نجات هست. اگر ما اعمال شرعی را بر مبنای ایمان و یقین، بر مبنای اخلاص و باور قطعی و یقینی انجام بدهیم، این برای ما مفید خواهد بود. یعنی در روز قیامت دست ما را میگیرد و سبب نجات ما از هلاکت و گمراهی و نابودی دنیا و آخرت خواهد بود. و نقطه دیگری که در اینجا وجود دارد که من عرض کردم، بنا نهادن عبادت بر یقین و بر انصاف. انصاف یعنی چی؟ انصاف یعنی اعتدال، یعنی میان روی، یعنی نگرش صحیح و درستی که و جهانبینی که یک فرد مسلمان دارد، دیدی که نسبت به الله متعال، نسبت به جهان و نسبت به خود انسان و نوع بشر داریم. بدین معنی که ما باید در تعاملی که با الله متعال داریم، عباداتی رو که انجام میدهیم و در تعامل و برخوردی که با بندگان الله متعال داریم، باید انصاف رو داشته باشیم. و چنین عبادتی که مبنی بر یقین و انصاف باشد، عبادتی هست که مورد پذیرش الله متعال قرار میگیرد. انصاف در عبادت یعنی این که عبادت رو حق الله متعال بدانیم. این عبادت ویژه الله متعال هست. نماز ما، روزه ما، زکات ما، حج ما، خوف و رجا و بیم و امید ما، قربانی های ما، تمام اینها شایسته الله متعال هست، حق الله متعال هست. هیچ کسی دیگر شایستگی این کبریا و عظمت و این عبادت ها را ندارد. این بدین معنی هست که ما الله متعال را شناختیم، معتدل هستیم، میان رو هستیم، حق الله متعال را به الله متعال می دهیم و هیچگاه حقی را که خاص الله متعال هست و جزء ویژگی های الله متعال هست، اینو به بندگانش نمی دهیم و قائل به این نیستیم. و نقطه دیگر این که نعمتی که از جانب الله متعال به ما میرسد انصاف داشته باشیم، بدین معنی که این نعمت را، منبعش را فقط و فقط الله بدانیم. فکر نکنیم یک روزی که فلان امام و امامزاده و فلان پیر و پیغمبر و فلان پیر و درویش به ما نعمتی دادند یا صاحب نعمت ما هستند. نه خیر، هیچ کسی بر ما منت و نعمتی ندارد مگر الله متعال. تمامی نعمت ها صرفاً و قطعاً و 100% از جانب الله متعال هست. پس بنابراین انصاف این را می‌طلبد که ما صرفاً الله متعال را سپاس بگوییم، نه کسی دیگر را. تشکر و سپاس و حمد و ثنا و ستایش مخصوص ذاتی هست که این نعمتها را به من و شما عنایت فرموده. این درجه همون گونه که عرض کردم درجه اعتصام عامه به خبر هست. بعد از این یک درجه دیگری وجود دارد که درجه خاصه هست، اعتصام خاص یا خواص.
اعتصام خواص به این معنی که اخلاق ما نسبت به خلق الله متعال گسترده باشد. دید ما نسبت به مخلوقات الله متعال، نسبت به بنی نوع خودمان، همه اونها از اخلاق کریمانه ما، از خوبی‌های ما، از رأفت و رحمت ما، از دلسوزی ما، خصوصا برادران مسلمان ما، علی السویه برخوردار باشند. این یک مطلب. مطلبی دیگر این که قطع علایق بکنیم از غیر الله متعال، از تمام کسانی و از تمام اشیا و از تمام چیزهایی که غیر الله متعال هستند خودمان را ببریم، قطع علاقه بکنیم و صرفاً خودمان را ببندیم به الله متعال. یکی از امام احمد رحمت الله علیه پرسید که آیا می شود که انسان دارای مال و ثروت باشد، میلیونها مال و ثروت داشته باشد، اما باز هم زاهد باشد؟ گفتند بله، امکان دارد. همین مالی رو که ما در اختیار داریم، اگر مال در دست ما باشد، اگر میلیونها و میلیاردها باشد، هیچ گونه ضرری به ما ندارد، زیرا که در دست من و شما هست. بدین معنی که در قلب من و شما نیست. به این مال ما دل نبستیم، از مال دنیا و هرچه در دنیا هست ما قطع رابطه کردیم، قطع علایق کردیم و صرفاً بسته به الله متعال هستیم. اگر مال هرچند زیاد باشد اما در دست انسان باشد، نه در دل انسان، هیچ ضرر و زیانی رو به انسان نمیرساند. اما اگر برعکس مال در دست انسان نیست، بلکه مال در قلبش هست، محبتی که انسان به مال دارد، حرص و طمعی که انسان به مال دارد، بخلی که انسان به مال دارد، نگاه توأم با عظمت که انسان به مال و ثروت دارد، اگر این در قلب انسان باشد، این انسان را از مسیر منحرف می کند. چون این انسانی به الله متعال نمی رسد. مال اگر در قلب انسان باشد، ولو این که اندک باشد، چون که محبت مال را دارد، این در واقع منافی با اعتصام به الله متعال هست. ولو این که انسان مال اساسا در اختیار نداشته باشد، مال خودش نباشد، مال را در دست دیگران می بیند، اما این مال در قلب این انسان فرو رفته، چه برسد به این که این انسان در واقع با این که مالی رو در اختیار ندارد اما حب مال دارد. این اعتصام کاملی به الله متعال نیست. اعتصام انسانهای برگزیده و خواص این است که هیچ گونه علاقه‌ای و هیچ گونه ارتباطی و هیچ گونه دلدادگی به غیر الله متعال ندارند. اعتصامشون یک اعتصام کامل و 100% هست. از سفیان ثوری رحمت الله علیه سوال کردند که آیا صاحب مال می شود که زاهد باشد؟ گفت بله می شود انسان زاهد باشد اما مال هم داشته باشد. گفتن به چه گونه؟ گفت به این گونه که مالی که در دستش هست اگر مال اضافه بشود شکر الله متعال را به جا می آورد و اگر کم بشود از دستش خارج بشود هم شکر می کند و هم صبر الله متعال را در واقع در قلب دارد. پس بنابراین انسانی که با آمدن مال، اضافه شدن مال خوشحال نمی شود، غره نمی شود، فریب نمی خورد و از دست دادن مال ناامید نمی شود، بدین معنی هست که این انسان امیدش و اعتصامش به الله متعال هست. در دو موضع و در دو محل انسان باید مواظب باشد، قطع رابطه بکند از دیگران و از تمام ظواهری که غیر الله متعال هستند. قطع رابطه در این دو مورد بسیار مهم و اساسی هست.
یکی در مواردی که انسان میترسد اگر این ارتباط را داشته باشد، این علاقه را برقرار بکند، به دینش ضرر و زیان میرسد. هر جا که هر گونه علاقه ای را و هر گونه ارتباطی را و هر گونه دلدادگی را که متوجه شدید که به ضرر دینتان هست، باید از اینجا قطع رابطه و قطع علاقه بکنید. و جای دیگر علاقه و ارتباطی که مصلحت اخروی برای شما در بر ندارد. چون این رابطه و علاقه هیچ گونه مصلحتی که برای شما در دنیا ندارد، بدین معنی که شما باید این ارتباط رو قطع بکنید. ارتباط شما صرفاً باید با الله متعال و بر اساس توحید و توکل و اعتقاد جازم به وعده ها و وعیده های الله متعال باشد. یکی دیگر از مواردی که جزو بالاترین درجات اعتصام هست، بلندای اعتصام و چنگ زدن به الله متعال هست، مقام قرب پروردگار هست که انسان به طرف الله متعال نزدیک بشود، قرب الله متعال را حاصل بکند. و چه زیباست که این قرب و تقرب دو طرفه باشد، یعنی این که هم انسان به طرف الله متعال نزدیک بشود، خود را نزدیک بکند به الله متعال، و هم این که از طرف دیگر الله متعال به انسان نزدیک بشود. آره، چون این چیزی ممکن هست که هم انسان به طرف الله متعال برود و هم الله متعال به طرف انسان بیاید. در یک روایتی که قدسی هست، رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل می کند که الله متعال می فرماید: و ما تقرب الی عبدی بمثل اداء ما افترضته علیه. بنده من به اندازه‌ای که با انجام دادن فرایض به من نزدیک می شود، از هیچ چیز دیگر نزدیک نمی شود. و قبل از این الله متعال می فرماید که من تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا. هر کسی که یک وجب به من نزدیک بشود، من یک ذراع به طرف اون نزدیک می شوم. یعنی به هر مقداری که شما به الله متعال تقرب بجویید، الله متعال به شما نزدیکتر خواهد شد و نهایتاً به جایی می رسید که محبوب الله متعال قرار می گیرید. از بس که عبادات فرضی را پایبندشون بودید، انجام می دادید، محبوب الله متعال می گردید. شما به طرف الله متعال نزدیک می شوید، تقرب حاصل می کنید و الله متعال به طرف شما نزدیک می شود. نهایتاً تا جایی که الله متعال می فرماید: کنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها. یعنی نهایتاً انسان به جایگاهی می رسد که الله متعال می گوید که من چشمش هستم که با آن می بیند، من دستش خواهم بود که با آن می گیرد، من پایش خواهم بود که با آن حرکت می کند. یعنی به یک مقامی انسان می رسد که صرفاً آنچه را که الله می خواهد ببیند شما می بینید. آن چیزی رو که الله دستور داده که نگاه نکن، نهی شده از نگاه کردنش، به هیچ عنوان نگاه نمی کنید. صرفاً دستت در جایی وارد عمل می شود که مورد رضایت الله متعال هست. پایت به جایی می رود که مورد رضایت الله متعال هست. و این بالاترین درجه اعتصام به پروردگار متعال هست که انشاءالله الله متعال این درجه و مقام را به همه من و شما عنایت بفرماید. شیخ عبدالله انصاری رحمت الله علیه در رساله خودشون به نام صد میدان در مورد اعتصام نکات جالبی رو بیان کردم که من
عین عبارت ایشون رو خدمت شما قرائت میکنم. ایشان میگوید اعتصام دست در زدن است، یعنی چنگ زدن. اعتصام به معنی چنگ زدن و بعد از آن همان آیه رو که در جلسه قبلی من خدمت شما تلاوت کردم و اعتصموا بحبل الله جمیعا، این رو ذکر کردم. میفرماید که اعتصام سه است. اعتصام بر سه نوع و بر سه گونه است. اول دست در توحید زدن، دست در توحید زدن که فقط استمسک بالعروة الوثقی آن است، یعنی چنگ زدن به توحید الله متعال. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، چنگ زدن به توحید الله متعال. و دیگر دست زدن و دیگر دست به قرآن زدن و کار کردن بدان، یعنی تمسک به قرآن و عمل بر قرآن. و اعتصموا بحبل الله آن است، یعنی چنگ زدن به قرآن و عمل کردن بر قرآن. و سه دیگر دست به حق در زدن، تمسک جستن به ذات الله متعال و من یعتصم بالله آن است. قبلا توضیح دادم خدمت شما بینندگان عزیز که اعتصام بالله چه هست و اعتصام به حبل الله چه هست. میفرماید که اعتصام توحید سه چیز است. نوع اول اعتصام که اعتصام توحید بود، میگوید که سه چیز هست. اعتصام توحید سه چیز است. درست بدیدن که پادشاه یکی است، کار از یک جا و حکم از یک در. درست بدیدن که پادشاه یکی است، خالق و آفریدگار و معبود صرفاً یکی هست، کار از یک جا و حکم از یک در، یعنی همه از جانب الله متعال هست. و در ادامه میگوید اعتصام به قرآن سه چیز است. بدانستن که دین به قرآن است، یعنی این نقطه را باید دانست. اعتصام به قرآن یعنی این که این نقطه را ما یقین بکنیم که دین به قرآن هست، دین را از قرآن باید گرفت. و آورنده قرآن که رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و پذیرفتگان قرآن، یعنی اعتصام به قرآن، عمل کردن بر قرآن، بر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و پذیرفتگان قرآن، اونهایی که قرآن رو در واقع پذیرفتند، یعنی اجماع مسلمانان و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. میفرماد اعتصام به حق سه چیز هست. اعتصام بالله و اعتصام به حق سه چیز هست. دست اعتماد به زمان وی زدن، یعنی چنگ زدن و معتمد شدن، باور کردن، توکل کردن بر ضمانت الله متعال، پذیرفتن ضمانت الله متعال. و دست نیاز به بر وی زدن، یعنی دراز کردن دست نیاز به بر الله متعال. بر به معنی نعمت، به معنی نیکویی الله متعال. و سومش و دست مهر به لطف وی زدن، دست مهر به لطف وی زدن. هر چیزی که الطافی که از جانب الله متعال به ما میرسد، اینها واقعا نشانه مهر الله متعال و نشانه نعمت هایی هست که بر ما لازم هست که شکر این نعمت ها را به جا بیاوریم. تا برنامه دیگر و منزلی دیگر از این منازل سیر و سلوک، شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.